بوف و ماه یک بود یکی نبود. وقتی احساس تنهایی می کنم. اثر تریس مورنی، ترجمه و تنظیم بوف و ماه. وقتی احساس تنهایی می کنم، احساس می کنم در این دنیا تنها هستم و هیچ کس مرا دوست ندارد. وقتی احساس تنهایی می کنم، به نظر می رسد به همه خوش می گذرد به جز من. احساس تنهایی می تواند باعث شود فکر کنی هیچ کس شبیه تو نیست. یکی از چیزهایی که باعث می شود احساس تنهایی کنم وقتی است که به نظر می رسد با همه فرق دارم، یا وقتی به کمک نیاز دارم و دیگران خیلی مشغول هستند، یا وقتی صحبت کردن درباره احساساتم برایم سخت است، حتی وقتی کلی آدم دور و برم هستند. همه آدم‌ها لحظاتی را تجربه می‌کنند که احساس تنهایی یا متفاوت بودن دارند، یا حس می‌کنند با آن جمع جور نیستند. من وقتی احساس تنهایی می‌کنم به خودم یادآور می‌شوم که صدها و بلکه هزاران نفر در سراسر جهان هستند که الان همین حس را دارند. یا اینکه با دوست صمیمیم تماس می‌گیرم تا یادم بیاید چقدر هر دوی ما به کارهای مشابهی علاقه داریم. احساس تنهایی ترسناک نیست. تنهایی می‌تواند فرصتی باشد تا به احساسات خودم گوش دهم و مسائلم را به تنهایی حل کنم، و این باعث می‌شود احساس خیلی خوبی پیدا کنم. گاهی اوقات همان چیزهایی که باعث می‌شوند احساس متفاوتی داشته باشم، همان چیزهایی هستند که دوستان و خانواده‌ام به خاطرش مرا دوست دارند. حالا می توانی از روی چهره هر خرگوش بگویی چه احساسی دارد؟ احساسات را با چهره‌ها مطابقت بده. مضطرب، خوشحال، ترسیده، آرام، غمگین، عصبانی،